پرونده‌ای که امروز قراره براتون تعریف کنم یکی از سادیسمی ترین پرونده های انگلستانه. پس اگه روحیه حساسی دارید یا زیر 18 سال هستید از الان باید بهتون هشدار بدم، چون ما قراره با جزئیات راجع به این پرونده و خشونتاش صحبت بکنیم. 16 اپریل سال 1996 جیمز پاترسون اسمیت میره اداره پلیس و بهشون میگه دوست دخترم توی وان حمام غرق شد و من با اینکه سعی کردم نجاتش بدم اما نتونستم. ولی خب بیایید از الان اینو بهتون بگم، این غرق شدن به هیچ عنوان اتفاقی نبود. راجع به دوران کودکی جیمز هیچ اطلاعاتی نداریم و این قضیه خیلی اذیت هم میکنه، به خاطر اینکه من نمیفهمم این همه خشمی که قرار راجع بهش صحبت بکنیم از کجا نشأت میگیره. ولی خب از هر جایی هم که نشأت بگیره بهش این حقو نمیده کارایی که قراره براتون تعریف کنم و انجام بده. اما راجع به بزرگسالیش اطلاعات داریم. جیمز وقتی 22 سالش بود با یه خانومی ازدواج میکنه که نه اسم اون خانم رو نه سنش رو نمیدونیم. و اوایل ازدواج همه چی داشت خوش و خرم پیش میرفت. در واقع اینجوری بگم بهتره، اوایل ازدواج جیمز داشت روی خوشش رو نشون میداد، ولی بعد از یه مدت آزار و اذیت جیمز شروع میشه. کتکش میزده، ازش سوء استفاده میکرده، مشت میزده، لگد میزده، پرتش میکرده روی زمین و این شرایط 10 سال تمام ادامه پیدا میکنه تا اینکه این خانم بالاخره قدرتش رو پیدا میکنه که از جیمز جدا بشه و خدا رو شکر میتونه خودش رو از دست جیمز نجات بده. ولی اگه فکر کردید جیمز الان ناراحت و اذیت شده، باید بدونید که اصلا اینجوری نیست، چون بلافاصله بعد از جدا شدنش میره سراغ قربانی بعدیش. اینجا جیمز 32 سالشه و با زنی به اسم تینا واتسون 20 ساله وارد رابطه میشه. چیزی که میخوام از اینجا بهش توجه کنید سن کساییه که جیمز باشون وارد رابطه میشه، چون هر بار با هر کی وارد رابطه میشه سنش از دختر قبلی کمتره. شرایط برای تینا هم مثل همسر قبلی جیمز بوده، هر روز کتکش میزده، بهش مشت و لگد میزده. تینا میگه من رسما شده بودم کیسه بوکسش، هر روز مشت میزد تو صورتش، هر وسیله‌ای دم دستش میرسید پرت میکرد سمت سرش، به ساق پاش لگد میزد و حتی یه بار یه زیر سیگاریو برداشته و پرت کرده سمت سرش. و ببین اینجا ماجرا تموم نمیشه ها. جیمز یه بار سعی میکنه تو حمام تینا رو خفه کنه. تینا رفته بوده تو حمام، تو وان دراز کشیده بوده، داشته ریلکس میکرده. یهو جیمز سراسیمه میاد داخل، گردنشو میگیره، هولش میده زیر آب و سعی میکنه خفش کنه. البته فکر کنم اینجای ماجرا جیمز هنوز به کشتن آدما فکر نکرده، واسه همین فقط در حد شکنجه پیش میره. و بچه‌ها این جمله رو قرار زیاد از من توی این اپیزود بشنوید. اگه فکر کردید اینجای کار شکنجه تموم شد، باید بگم که کور خوندید، چون بعد از یه مدت تینا باردار میشه و جیمز بازم اون شکنجه ها رو ادامه میده. اصلا براش اهمیتی نداشته کارایی که داره میکنه روی بچه خودش چه تأثیری داره میذاره و حتی اینجای کار دیگه شروع میکنه به لگد زدن بین پاهای تینا. و خب فکر نمی‌کنم بچه زنده مونده باشه، چون توی هیچ کدوم از منابعی که من داشتم میگشتم صحبتی از این که جیمز بچه داشته باشه نشده بود. این ازدواج هم فقط 2 سال طول میکشه تا اینکه خدا رو شکر بالاخره تینا بتونه عزمش رو جذب کنه و اونقدر قدرت به دست بیاره تا از جیمز جدا بشه. و خدا رو شکر تینا هم میتونه از دست جیمز جون سالم به در ببره. ولی خب بازم جیمز خم به ابرو نمیاره، میره سراغ قربانی بعدی. الان دیگه جیمز 34 سالشه و با یه دختر 15 ساله وارد رابطه میشه و این دقیقاً همون چیزیه که گفتم بهش توجه بکنید. جیمز هر بار که با یه دختر جدید وارد رابطه میشه سنش از قبلی کمتره. اینجا جیمز سنش بیشتر از حتی 2 برابر سن اون دختره و این قضیه اصلا تصادفی نیست. جیمز قشنگ حواسش هست که کیو باید بره انتخاب بکنه، چون کسایی که سنشون کمتره تجربه کمتری دارن، آسیب پذیرترن، نمیدونن چه رفتاری درسته، چه رفتاری عادیه و چه رفتاری رو نباید تحمل بکنن. و جیمز دقیقاً اینو میدونسته، واسه همین میرفت دست میذاشت رو دخترایی که سنشون کمه. الان جیمز 34 سالشه، با یه دختر 15 ساله به اسم وندی وارد رابطه شده و من نتونستم پیدا بکنم که آیا با هم دیگه رابطه جنسی داشتن یا نه، چون سن قانونی رابطه جنسی داشتن توی انگلستان 16 سالگیه و حتی مهم نیست طرف رضایت داشته باشه یا نه. اگر جیمز توی اون سن باهاش رابطه جنسی داشته باشه متهمه. جیمز دوباره داشت همون رفتارا رو با وندی هم تکرار میکرد. کتکش میزد، لگد میزد، مشت میزد، هر جسمی دم دستش میرسید برمی داشت پرت میکرد سر سمتش، به ساق پاهاش لگد میزد. و ببین سورپرایز نمیشه اگه بهت بگم که
حتی وندی رو هم سعی کرد توی وان حمام غرق کنه. اینجا وندی هم از جیمز جدا میشه و ما نمیدونیم دقیقاً چقدر توی رابطه بودن، ولی میدونیم وقتی که جدا شده 15 سالش بوده، پس احتمالاً بیشتر از 1 سال این قضیه طول نکشیده و جیمز اینجای ماجرا با همین کارایی که کرده باید میرفت زندان. نمیدونم اصلا چجوری ممکنه که 13 سال 3 تا دختر مختلف رو شکنجه کنه و همچنان هیچ کاری بهش نداشته باشه. خب بچه‌ها، همونجور که میدونید الان جیمز 34 سالشه و تا 46 سالگیش اطلاعات زیادی توی دستمون نداریم. و تنها چیزایی که میدونیم اینه که الان جیمز بیکاره، توی یه قسمت شلوغ از شهر منچستر یه خونه رفته گرفته که یه خونه نیمه مستقله. حالا خونه‌های نیمه مستقل به چه خونه‌هایی میگن؟ اینا خونه‌هایی هستن که یه دیوار وسطشون مشترکه، ولی خب ورودی‌ها و فضای خونه کاملا جداست و هر کدوم فضای خودشونو دارن و این خونه چیزیه که در نهایت قراره بهش برگردیم، پس توی ذهنتون نگهش دارید. خیلی خوب، میرسیم الان به سال 1993، جایی که جیمز الان 46 سالشه و با کلی ان بیت 14 ساله آشنا میشه. خب بچه‌ها، بریم اول یه کوچولو با کلی آشنا شیم. کلی 18 می سال 1978 به دنیا میاد. توی یه روستایی به نام ماترام بیرون محدوده منچستر بزرگ میشه و الان در حال حاضر با مامانش مارگارت و باباش تامی و 2 تا برادراش داره توی منچستر زندگی میکنه. کلی یه دختر مهربون و دوست داشتنی بود که اعتماد به نفس بالایی هم داشت و خیلی دوست داشت با آدمو معاشرت بکنه. کلی کاملا برونگرا بود، همچنین عاشق ورزش بود و حتی توی تیم هاکی محلشون هم بازی میکرد. اطرافیانش وقتی که توصیفش میکنن میگن خیلی پر انرژی و عاقل بود. همیشه بزرگتر از سنش رفتار میکرد و حتی دوستایی هم که داشت بچه‌هایی بودن که سنشون از کلی بیشتر بود. و خب این قضیه چیز عجیبی نبود، به خاطر اینکه بچه‌هایی که باشون دوست بود کسایی بودن که توی تیم هاکی باشون آشنا شده بود. ولی خب اکثرا بزرگسال بودن و این چیز عجیب غریبی نبود برای کلی، عادت داشت بهش و انقدر ذوق داشت واسه یه آدم بزرگ بودن که رفته بود واسه خودش یه کار پیدا کرده بود تا مثل آدم بزرگا دستش تو جیب خودش باشه. و کلی از همون اولش میدونست که دلش میخواد در آینده بزرگ که شد معلم بشه. واسه همین شغلی که واسه خودش انتخاب میکنه مراقبت کردن از بچه‌هاست و بهترین شغل انتخاب میکنه، به خاطر اینکه سر و کله زدن با بچه‌ها رو خیلی دوست داره و این قضیه بهش کمک میکنه که بعدن که بزرگ شد و خواست معلم بشه بدونه چجوری باید باهاشون رفتار بکنه. یه روز کلی سر کارش بود و داشت از یه بچه مراقبت میکرد و وقتی که مامان بابای بچه برمیگردن خونه تنها نبودن، با یکی از دوستاشون برگشته بودن خونه و اون دوستشون کسی نبود به اسم جیمز. اینجا جیمز 46 سالشه و کلی فقط 14 سالشه، ولی به محضی که جیمز میبینتش خیلی سریع جذبش میشه. و بچه‌ها این فقط نظر منه، ولی اگه توجه کرده باشید جیمز تونست اولین قربانیشو 10 سال توی چنگ خودش نگه داره، به خاطر اینکه اول از همه رفتارهای خوبشو نشون داد، طرفو وابسته کرد، بعد شروع کرد رفتارهای سمیشو نشون بده که اون دختر همیشه منتظر اون عشقی باشه که از اول میگرفته و نره. واسه همین احساس میکنم جیمز تصمیم گرفت اول از همه کلی رو بشناسه و به محضی که جیمز کلی رو میبینه شروع میکنه به صحبت کردن باهاش و خیلی طولی نمیکشه تا اینکه بهش پیشنهاد میده که تا خونش همراهش بیاد و کلی روحش هم حتی خبر نداره که چه درخواستی رو داره قبول میکنه. تنها چیزی که داره میبینه یه مرد متشخص با اعتماد به نفسه که خیلی هم جنتلمن به نظر میاد و داره اتفاقا خیلی هم ازش تعریف و تمجید میکنه و این بچه فقط 14 سالشه. حالا هر چقدر هم خودش فکر کنه که عاقله و بیشتر از سنش میفهمه، ولی خب این تغییر توی سنش ایجاد نمیکنه و اصلا مهمم نیست که طرف چه سنی داشته باشه. جوری جیمز کارشو بلده که هر سنی هم داشته باشه نمیتونه متوجه بشه که حقیقت جیمز چیه. خلاصه کلی قبول میکنه که جیمز تا خونه همراهیش بکنه و تا میان برسن جیمز متقاعدش میکنه که دوباره همدیگه رو ببینن. این 2 نفر شروع میکنن به دیدن همدیگه و جیمز هر بار بعد از مدرسه میرفته دنبال کلی و میرسوندش تا خونه. و اینجای کار احتمالاً کلی پیش خودش داره میگه آخه چه مرد جنتلمنی، چقدر هوامو داره، در صورتی که روحش هم خبر نداره که جیمز داره وابستش میکنه. هر بار که همدیگر رو میدیدن جیمز کنترلش روی کلی بیشتر میشد.
خواسته‌هاش هر بار بیشتر از قبل بود و هی سعی می‌کرد حد و مرز کلی رو رد کنه تا ببینه تا کجا میتونه بهش فشار بیاره و کلی تا چقدر روی حد و مرزایی که داره پافشاری میکنه. سعی می‌کرد بیشترین زمانی رو که میتونه پیش کلی بمونه تا زمان بیشتری داشته باشه برای اینکه نقشه‌هاشو عملی کنه. و چیزی نمیگذره تا اینکه کلی پاش به خونه جیمز باز میشه و از اون موقع زمان خیلی زیادی رو پیش جیمز میگذرونده. و یه حرفی بود که همیشه جیمز به کلی میگفت خانوادت نباید چیزی از رابطه ما بفهمن. و خب طبیعیه که نخواد آدم بزرگا چیزی راجع به قانون شکنیش بدونن. ولی خب اینجا یه مشکلی وجود داشت و اونم این بود که مامان کلی داشت شک میکرد به خاطر اینکه کلی زمان خیلی زیادی رو داشت بیرون از خونه پیش جیم میگذروند و مامان کلی همش اینجوری بود که خب تو کجایی، با کی داری، کجا وقتتو میگذرونی. واسه همین کلی مجبور میشه دروغ بگه که جمع کنه این قضیه رو. میگه آره اصلا من یه دوست پسر دارم که یکی از بچهای همکلاسی مدرسه‌مونه و همسن خودمه، اسمش دیو اسمیته. و خب این قضیه رو مامانش باور میکنه و کار به جایی میرسه که حتی جیمز زنگ میزنه به خونه‌شون و تظاهر میکنه همون دیو 14 سال است. زنگ میزده میپرسه کلی کجاست، چی کار میکنه، داره با کی وقت میگذرونه و خانواده‌اش هم گوشی رو میدادن به کلی. و من نمیدونم چجوری یه مرد 46 ساله میتونه حتی صداش رو جای یه پسر 14 ساله جا بزنه و در حدی که حتی آدم بزرگا رو هم بخواد گول بزنه. ولی خب جیمز این کارو میکنه و چون خانواده کلی فکر میکردن خب یه پسر بچه 14 ساله است، براشون عجیب نبود که زنگ بزنه و آمار کلیو بگیره. در حدی که انقدر خوشحال بودن که میگفتن آخه دخترمون یه دوست پسر داره که انقدر بهش اهمیت میده، انقدر دوستش داره، انقدر براش مهمه که بدونه کجاست و چی کار میکنه. و ببین جیمز عاشق این بود که ببینه نه تنها داره کلی رو کنترل میکنه بلکه خانواده‌اش هم داره کنترل میکنه. و اتفاقا فکر همه جاش هم کرده بودا، به این توجه کرده بود که سن قانونی داشتن رابطه جنسی 16 سالگیه. واسه همین داشت تمام تلاشش رو میکرد که هم از طرف کلی هم از طرف خانواده‌اش تا 16 سالگی کلی هیچ مشکلی به وجود نیاد، همه چی گل و بلبل پیش بره. واسه همین تا 16 سالگی کلی این کار رو ادامه میده و هر بار که کلی بیرون از خونه پیش جیمز بوده یا خونش بوده، خانواده‌اش فکر میکردن پیش دوست پسرش دیوه و هیچ وقت به این قضیه شک نکردن. و خب نمیگم تقصیر خانواده‌شه ها، ولی خب چرا باید بدون اینکه هیچ تحقیقی بکنن بذارن دختر 14 سالشون بره خونه یه پسر دیگه که حتی ندیدنش؟ و به خاطر اینکه اینا 2 سال رابطه‌شون رو از همه پنهون کرده بودن، ما نمیدونیم توی اون 2 سال چه اتفاقاتی افتاده. نمیدونیم توی اون 2 سال رابطه جنسی داشتن یا نه. البته به نظر من رابطه جنسی هم داشتن و همونجور که جیمز نذاشته بود کسی راجع به رابطه‌شون بفهمه، نذاشته راجع به این موضوع هم کسی اطلاع پیدا بکنه. حتی اینم نمیدونیم که توی این 2 سال آیا جیمز کلی رو به لحاظ جسمی اذیت میکرده یا نه. ولی خب بر اساس سابقه‌ای که جیمز داره من احساس میکنم این کارو میکرده، ولی خیلی حواسش بوده که تا چه حدی پیش بره، چون هدف اصلیش این بوده که کلی رو گول بزنه. واسه همین به نظرم توی این 2 سال تمام تلاششو کرد که تو سر خورش کنه، چون این بچه فقط 14 سالشه و یه مرد 46 ساله خیلی راحت میتونه کاری بکنه که انرژی و استقلال و عشقش به زندگی رو ازش بگیره. خیلی خوب 2 سال میگذره و میرسیم به 16 سالگی کلی. الان جیمز 48 سالشه و بالاخره وقت شده که خانواده‌اش دوست پسرشه که فکر میکردن الان قراره 16 سالش باشه برای اولین بار ببینن. یه روز که خانواده دور هم دیگه جمع بودن، کلی میگه من میخوام دوست پسرمو دعوت کنم که شما ببینیدش و خانواده‌اش هم از خداشون بوده که ببینن این پسر کیه که 2 سال الان با دخترشون تو رابطه است. کلی جیمز رو دعوت میکنه خونه‌شون و وقتی که جیمز میرسه هنوز خانواده کلی نرسیده بودن. یکم این دوتا با هم دیگه وقت میگذرونن، کلی خونه رو بهش نشون میده، اتاق بچگیاشو بهش نشون میده و بالاخره خانواده کلی هم میرسن. یکم بعدش خانواده‌اش میرسن و کلی دوست پسرش دیو رو به مامان باباش معرفی میکنه. و یادتون باشه که کلی به خانواده‌اش اسم اصلی جیمز رو نگفته. حالا تو فرض کن منتظری که یه پسر 16 ساله رو روبروت ببینی، ولی یه مرد 48 ساله رو کنار دخترت میبینی که الان 2 سال هم هست تو رابطن. مامان بابای کلی وقتی که جیمز رو میبینن به حدی شوکه میشن که جفتشون خشکشون میزنه. همون لحظه جیمز پرو میره دستشو میبره جلو، میگه سلام من دیو. و الان فکر کنم همتون میتونین تصور بکنین که خون جلو چشم مامان بابای کلی رو گرفته. ازش میپرسن تو چند سالته؟
پرو در میاد میگه من 32 سالمه. و ببین ما فقط همین یه دونه عکس از جیمز داریم که توی همون حدود سنش ازش گرفته شده و من نمیدونم مثلا چه جوری یه نفر میتونه باور کنه این آدم 32 سالشه. نمیدونیم چرا 32 سالگی رو انتخاب میکنه، ولی خب تئوری من اینه که اگه یادتون باشه یه زمانی با یه دختر 15 ساله به اسم وندی وارد رابطه شده بود. من حدس میزنم اون زمان خانواده وندی جیمز رو دیدن و با سنش که 34 سالش بوده مشکلی نداشتن. واسه همین اومده یه سن دور و بر همون 32 34 انتخاب کرده که دوباره اون مشکل به وجود نیاد. اون لحظه خانواده کلی باور میکنن که جیمز 32 سالشه و بعدها مامان کلی میگه انقدر عصبانی شده بودم دلم میخواست برم از آشپزخونه یه چاقو بردارم بزنم تو کمرش و الان که به اون روز فکر میکنم خیلی پشیمونم که این کار نکردم. خلاصه جیمز میبینه اوضاع خیته، واسه همین پا میشه میره تا کلی خودش به تنهایی این مسئله رو حل کنه. وقتی کلی و مامان باباش با هم دیگه تنها میشن شروع میکنن باهاش صحبت میکنن. میگن این چه کاریو داری میکنی؟ متوجه تفاوت سنیتون هستی؟ یارو سنش 2 برابر توئه، باید ازش دور باشی. ولی متاسفانه کلی گوشش به این حرفا بدهکار نبود. توی سنی بود که فکر میکرد خودش همه چی رو میدونه. بهشون میگه من میخوام با دیو باشم و کاری نیست که شما بتونید انجام بدید تا جلومو بگیرید. شنیدن این حرفا واسه خانواده کلی خیلی سخت بود، اما جیمز یه جوری توی این 2 سال ذهن این بچه رو شستشو داده بود که واقعا کلی فکر میکرد دوستش داره و بهش اهمیت میده. خانواده کلی هر کاری میکنن که جلوشو بگیرن که دیگه جیمز رو نبینه، ولی خب کلی از اونور لج میکنه و چند روز در هفته رو اصلا کلا پیش جیمز میمونه و خانواده‌اش هیچ کاری از دستشون بر نمیومد. نمیخواستن تازه یه کاری بکنن که بیشتر هولش بدن تو بغل جیمز. در این حال دلشون نمیخواست حتی جیمز یه ثانیه هم کنار دخترشون باشه. واسه همین پیش خودشون یکم فکر میکنن چیکار کنیم چیکار نکنیم. به این نتیجه میرسن که باید تحقیق کنن، ببینن اصلا این آدم کیه، چیکار است، چه جور آدمیه. مارگارت و تامی پا میشن از خونه میرن بیرون و به هر کی میرسن ازش میپرسن شما یه مرد 32 ساله به اسم دیو اسمیت میشناسین؟ و هیچکس نمیشناخته چون همچین هویتی اصلا وجود نداشته، فیک بود. ما نمیدونیم چه جوری، ولی خب بعد یه مدت خانواده کلی متوجه میشن که دیوی که میشناختن دیو نیست، جیمزه و راجع به سنش هم دروغ گفته و 32 سالش نیست، 48 سالشه و یه بار دیگه دنیا رو سرشون خراب میشه چون جیمز نه تنها راجع به اسمش دروغ گفته بود، راجع به سنش هم دروغ گفته بود و جالبه که بدونید جیمز 1 سال از بابای کلی کوچیک‌تر بود. و خب خانواده هیچ وقت واسه یه همچین شرایطی آماده نیستن، نمیدونن باید چی کار کنن که خودشون دستی بچه‌شون رو نفرستن پیش جیمز و کلی رو مستقل بار آورده بودن و این باعث شده بود کلی بخواد خودش تجربه کنه، به حرف هیچ کس گوش نده. تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که امیدوار باشن کلی خودش متوجه بشه داره اشتباه میکنه و جدا بشه. و یکی از دلایلی که جیمز نمیخواست سن 16 سالگی کلی کسی متوجه رابطه‌شون بشه همین بود، چون قبل از اون کسی اگه میرفت پیش پلیس و شکایت میکرد جیمز متهم میشد، ولی الان دیگه کاری از کسی بر نمیاد. ولی خب متاسفانه باید بهتون بگم نسبت به اتفاقاتی که از الان قرار توی پرونده بیفته، تمام اتفاقاتی که قبل از این واسه کلی افتاده بود گل و بلبل بود. جهنم اصلی تازه قرار شروع بشه. چند ماه از این اتفاق میگذره و جیمز دیگه ترسی از هیچی نداره، دیگه تو جاهای عمومی کلی رو کتک میزده و اذیتش میکرده و اول با کنترل کردن رفت آمدای کلی شروع میکنه. میخواسته هر ثانیه و هر دقیقه کنار کلی باشه تا کنترل اوضاع دستش باشه و خب نمیتونسته این کارو بکنه چون کلی پیش خانواده‌اش زندگی میکرده. واسه همین به محضی که کلی پیشش نبوده زنگ میزنه رو گوشی خونه‌شون کلی کجاست، چیکار میکنه، داره با کی رفت آمد میکنه و انقدر پرو بوده که هر بار زنگ میزده به تلفن خونه‌شون. از یه جایی به بعد کلی مجبور بوده آخر هر هفته خونه جیمز بمونه. بعد از اون شروع میکنه به کنترل کردن رفتارا و لباس پوشیدن کلی و دیگه وقاحت از این بیشتر که کلیو مجبور میکنه لباس کثیفاشو ببره خونه جیمز چون دلش نمیخواسته کسی دیگه لباسای کلی رو بشوره. بعد از هر آخر هفته که کلی خونه جیمز میموند، جیمز میرفت کلی رو سوار اتوبوس میکرد و میدونست دقیقاً چند دقیقه طول میکشه تا کلی برسه خونش، به حدی دقیق که به محضی که کلی میرسید خونه همون موقع تلفن زنگ میخورد و جیمز زنگ میزد ببینه کلی رسیده خونه نره جای دیگه یهویی. از یه جایی به بعد کلی کلا یه آدم دیگه میشه. کلی که همیشه به خودش میرسید، همیشه لباسای رنگی میپوشید، دیگه الان لباساش همه شده بود سیاه. به خودش اهمیت نمیداد، حمام نمیرفت، موهاشو شونه نمیکرد، نمیشست و تو اصلا باورت نمیشد کلی که داری میبینی همون دختر پر انرژی و پر جنب و جوشیه که قبلا میدیدی. و این کاریه که جیمز با کلی کرد.
تمام اطرافیانش رو حذف کرد تا فقط خودش تو زندگیش باشه و تمام کارهایی که میکنه رو به جیمز اطلاع بده. در حدی شخصیتش رو دزدید که نخواد ازش جدا بشه، چون نمیدونه دیگه بدون جیمز کیه و دیگه خودش رو یه آدم آزاد و رها نبینه. اما کلی تصمیم میگیره که جدا شه و این کارم میکنه. اما به محض اینکه جدا میشه، جیمز میفته دنبالش، مدام تعقیبش میکرده، نمیذاشته یه آب خوش از گلوش پایین بره و فراموشش بکنه. و این تفاوتیه که با بقیه دخترها داشت. همونطور که تا الان متوجه شدید، قدرت کامل دست جیمز بود و جیمز خودش اجازه داده بود که بقیه دختر ازش جدا بشن، ولی این اجازه رو به کلی نمیده. جیمز نمیتونست تحمل کنه کلی توی زندگیش نباشه، نمیتونست تحمل کنه کنترلش نکنه و به خواستش هم میرسه. دوباره کلی رو میگیره توی چنگش و این دفعه بیشتر از قبل. خانواده کلی خیلی حالشون بد بود و داشتن میدیدن که دارن دخترشون رو از دست میدن و هیچ کاری از دستشون بر نمیومد. واسه همین مارگارت یه روز تصمیم میگیره از روش سخت وارد بشه. میره با کلی اتمام حجت میکنه و بهش میگه یا رابطه‌تو با این آدم تموم میکنی یا از این خونه میری. حالا البته قرارم نبود از خونه بیرونش بکنه، قرار بود این فقط یه تهدید باشه تا باعث بشه کلی از جیمز جدا بشه. ولی خب این کارش هم جواب نمیده. چند روز بعد که از سر کار برمیگرده، میبینه کلی داره وسایلش رو جمع میکنه. بهش میگه چی کار داری میکنی؟ من که نمیخوام از خونه بیرونت کنم، تو رو خدا نرو. ولی خب اون لحظه رفتن کلی تنها مشکلی نبود که وجود داشت. مشکل دیگه ای که بود این بود که وقتی که کلی صورتش رو برگردون، مامانش فهمید صورتش سیاه و کبود شده. و همونطور که بهتون گفتم، جیمز قبلا هم کلی رو کتک زده بود، اما خب حواسش بود که چقدر این کارو بکنه. ولی الان دیگه هیچ ترسی از هیچ کس نداشت. دیگه میدونست که داره کلی رو کنترل میکنه، واسه همین هر کاری که دلش میخواست میکرد و براش هم مهم نبود کسی ببینه، چون میدونست کلی نمیتونه ترکش کنه. ولی این اولین باری بود که مارگارت این صحنه رو میدید. تا الان کلی نذاشته بود مامانش از این قضیه با خبر بشه. واسه همین وقتی مامانش ازش میپرسه که صورتت چی شده، بازم بهش دروغ میگه. یا اینا چیزی نیست، چند روز پیش چند تا دختر بهم حمله کردن زدنم. ولی دیگه مارگارت میدونه چه خبره، واسه همین بهش میگه ببین من میدونم اینجا چه اتفاقی افتاده، میدونم جیمز این کارو باهات کرده. اما بازم کلی حرف خودشو میزنه، میگه نه کار جیمز نیست. و به محضی که مکالمه‌شون تموم میشه، کلی وسایلش رو جمع میکنه و اونجا رو ترک میکنه. ولی خب این اولین باری نبود که کلی کبود دیده میشد. توی اون چند روز اخیر هر بار که دیده بودنش یه جایی از دستش کبود بود. و جالبه که بدونید فقط کبودی هم نبود، جای گازم روی بدنش دیده میشد. و بله آقا جدیدن داشت گازم میگرفت. ولی خب هر بار که از کلی میپرسیدن با اینکه جای دونه بدون دندونا مشخص بود، اینم دروغ میگفت نه افتادم رو سیم خاردار حصار، واسه همون دستم اینجوری شده. و دلایل زیادی وجود داره که چرا کلی داشت دروغ میگفت. شاید میترسیده که خانواده‌اش نتونن دونستن حقیقت رو تحمل بکنن. شاید فکر میکرد دید بقیه نسبت بهش عوض بشه. شاید میترسید که خانواده‌اش برن یه بلایی سر جیمز بیارن و خودشون توی دردسر بیفتن. شاید انقدر افسرده شده بود و جیمز داشت کنترلش میکرد که فکر میکرد بقیه کمکی از دستشون بر نمیاد و فقط از اینکه حقیقت رو میدونن عذاب بکشن. و من خیلی دلم واسه این بچه میسوزه، چون اینجا اگه به خانواده‌اش میگفت که چه اتفاقایی داره براش میفته و درخواست کمک میکرد، مطمئنا خانواده‌اش میتونستن بهش کمک بکنن و اتفاقاتی که در آینده قراره بیفته نمیافتاد. ولی خب انقدر تو شرایط سختیه که من نمیتونم قضاوتش بکنم که چرا اینا رو نگفت. و خب خانواده‌اش هم میدونستن داره دروغ میگه، میدونستن همه اینا زیر سر جیمزه، ولی خب کاری از دستشون بر نمیومد. هر کاری که میتونستن رو کرده بودن و از دید اونا کلی بود که نمیخواست این رابطه رو تموم کنه. ولی بازم مارگارت نمیتونه دست رو دست بذاره و از دست رفتن دخترش رو تماشا بکنه. واسه همین زنگ میزنه به مرکز خشونت خانگی محلشون، زنگ میزنه به مرکز خدمات اجتماعی، حتی زنگ میزنه به پلیس. ولی خب به گفته این مارگارت هیچ کدوم از اینا کمکی بهش نمیکنن، چون بهش میگن که ما نمیتونیم ثابت کنیم این جای گاز و این جای کبودی از کجا اومده و دخترت هم 16 ساله شده و اون کمکی به ما نمیکنه، با همون همکاری نمیکنه که بگه جیمز این کارا رو کرده. و توی این پرونده پلیس خونمو به جوش میاره. یعنی چی که دیگه 16 ساله شده؟ یه دختر 16 ساله هنوز بچه است، به حدی بچه است که نمیتونه حتی حقیقت رو بگه. و تویی که پلیسی،
تویی که وظیفت پیدا کردن حقیقته. بعد اون وقت میگه از کجا معلومه کبودی از کجا اومده باشه؟ خب برو تحقیق کن ببین از کجا اومده. این کار توئه، این وظیفه توئه که بری این کار رو انجام بدی. حتی طبق قانون خود انگلستان کسی که زیر 18 ساله بچه حساب میشه. اوکی درسته که به سن داشتن رابطه جنسی رسیده، ولی خب هنوز بچه است و باید بیشتر از حالت عادی ازش مراقبت بشه. حتی توی قانون خود انگلستان گفته شده که هر چقدر فاصله سنی دو نفر توی رابطه بیشتر باشه، احتمالش بیشتره که اونی که سنش کمتره داره مورد آزار و اذیت قرار میگیره. پس طبق قانون اگر پلیسا توی این مرحله از پرونده کمکی میکردن، هیچ کدوم از اتفاقایی که در آینده قراره بیفته نمیافتاد. خیلی خب بیایید یکم آرامشمون رو حفظ کنیم، بریم سراغ ادامه پرونده. چند ماه میگذره، کلی 17 سالش میشه. دبیرستانش رو تموم کرده، الان دیگه داره میره دانشگاه. یه کار نیمه وقتم توی یه کارخونه پیدا کرده و به خانواده‌اش گفته که من نمیتونم زیاد خونه بمونم، باید سر کار و دانشگاه باشم. و اینجا کار اینجوری هم که چجوری جیمز الان داره تحمل میکنه این همه نبودنای کلی رو پیش خودش. نکنه اصلا کلی دانشگاه و سر کار نمیره، همش پیش جیمزه. دوباره خانواده کلی سعی میکنن از یه روش دیگه وارد بشن تا بتونن دخترشون رو نجات بدن. تصمیم میگیرن برن خونه جیمز رو پیدا بکنن و بهش پیشنهاد پول بدن تا در ازای پول دست از سر دخترشون برداره. مارگارت و تامی میرسن در خونه جیمز، شروع میکنن مشت زدن توی در تا جیمز بیاد در رو باز بکنه. جیمز هم میاد با خونسردی و همون پررویی که دیگه هممون ازش انتظار داریم در رو باز میکنه. میگه ایوا سلام مارگارت، سلام تام، حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ بیاید توی چای دور هم دیگه بخوریم. اوکی ما دیگه توقع پر بودنش رو داریم، ولی باز هر بار که میفهمم چه رفتارهایی انجام داده خونم به جوش میاد. مارگارت و تام هم وقتی که میبینن انقدر خونسرد داره رفتار میکنه و توقع داشتن خشن رفتار کنه، تازه بیشتر عصبانی میشن. مارگارت و تامی میرن داخل و طبق همون چیزی که انتظار داشتن، دخترشون سر کار نبود، پیش جیمز بود. روی مبل نشسته بود، انقدر لاغر شده بود که فقط یه سایه ازش مونده بود. خودشو جمع کرده بود، قشنگ مشخص بود که خیلی ترسیده. کلی که داشتن روبروشون میدیدن حتی دیگه 1% هم شباهتی به اون کلی که 14 سال تمام تلاش کردن خوش انرژی و خوشحال باشه نداشت. اینجاست که تامی و مارگارت متوجه یه گودال وسط پذیرایی خونه میشن و خیلی براشون عجیب بوده. میپرسن چرا وسط خونه تو کندی؟ جیمز میگه چیزی نیست، اینو مهندسا کندن، خونم نشتی گاز داشت دارن درستش میکنن. ولی مارگارت و تامی یه حس خیلی بدی داشتن نسبت به این موضوع، میدونستن داره دروغ میگه و حس میکردن اینجا اتفاقای بدی داره میفته. خب این گودال توی زمین رو یادتون باشه چون قراره برگردیم بهش. مارگارت و تامی میشینن رو مبل، شروع میکنن به التماس کردن به کلی که تو رو خدا پاشو برگرد بیا خونه. اما کلی دوباره درخواستشون رو رد میکنه. به حدی جیمز داشت کلی رو کنترل میکرد که کلی اصلا یادش نبود چه دختر سرزنده و خوشحالی بوده قبلا. و مارگارت و تامی میبینن کاری از دستشون بر نمیاد، حتی به زورم بچه رو بردارن ببرن، دوباره تو اولین فرصتی که پیدا کنه پا میشه میاد اینجا. واسه همین پا میشن میرن و کلی همونجا میمونه. خیلی خب میرسیم به مارچ سال 1996. الان حدوداً 3-4 ماهه که کلی داره با جیمز زندگی میکنه. تا الان اجازه داشت که هر موقع که دلش میخواد زنگ بزنه به خانواده‌اش و باشون صحبت بکنه، یا هر موقعی که دلش میخواد در حد 1-2 ساعت بره و بهشون سر بزنه. ولی از مارچ سال 1996 جیمز دیگه اجازه نمیده کلی هیچ ارتباطی با خانواده‌اش برقرار بکنه، نه زنگ بزنه نه بره دیدنشون. و 10 مارچ آخرین باریه که مارگارت با دخترش صحبت میکنه و صداشو میشنوه. یه هفته بعدش روز مادر میرسه و مامانش انتظار داشته که کلی بره بهش سر بزنه، بهش تبریک بگه یا حداقل یه زنگش بزنه و تبریک بگه. ولی خب هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. به جاش یه کارت پستال میرسه در خونه‌شون. وقتی که مارگارت کارت پستال رو باز میکنه میبینه حتی دستخط کلی نیست، دستخط جیمزه. یک هفته بعد 24 مارچ تولد بابای کلی بوده و باز هم کلی نه زنگ میزنه نه بهشون سر میزنه. دوباره یه کارت پستال میرسه در خونهشون که اینا دستخط جیمز بوده و خانواده کلی خیلی میترسن. پا میشن میرن پیش پلیس، همه چی رو براشون توضیح میدن، بهشون میگن اوکی فقط برین یه سر بزنین ببینین که حال دخترمون اوکی یا نه. و پلیسا چی بگن خوبه؟ میگن نه ما دلیلی نمیبینیم بریم سر بزنیم. و توی یه سری پرونده ها نمیدونم از پلیس بیشتر شاکی بشم یا از قاتل.
اصلا کی دیگه میخواین برین سر بزنین بهش وقتی جنازش پیدا شد؟ و توی همین لحظه کلی داره بدترین شکنجه ها رو تحمل میکنه و حتی اگه یه نفر میرفت بهش سر میزد این اتفاقا نمیافتاد. خیلی خب بچه‌ها، اینجا نیاز دوباره بهتون هشدار بدم. قرار راجع به شکنجه هایی که میشه با جزئیات صحبت کنم و توصیفش کنم. اگه روحیه حساسی دارید تا این دقیقه بزنید جلو. خیلی خوب، برگردیم خونه جیمز. اینجا جیمز عملاً کلی رو زندانی کرده. تا اینجا میدونیم کلی حق نداره که بره خانواده‌شو ببینه یا بهشون زنگ بزنه. کلی حق نداره با هیچ کس ارتباط برقرار کنه و از خونه بره بیرون. و اینجا به مدت 5 هفته جیمز سادیسمی ترین شکنجه هایی رو که کل انگلستان تا الان به خودش دیده رو روی کلی انجام میده. اول از همه باید مطمئن میشد که نتونه فرار کنه. واسه همین دستا و پاهاشو میبند و توی تمام این 5 هفته یا با یه تیکه پارچه دور گردنش میبندتش به مبل یا با موهای خود کلی میبندتش به رادیاتور. همچنین جیمز کلی رو همیشه توی اون گودالی که وسط خونش درست کرده بود نگه می‌داشته. همون گودالی که خانواده‌اش دیدن و حس کردن اتفاقات بدی قراره اینجا بیفته. بعد از اون جیمز تصمیم میگیره غذای کلی رو به کمترین حد ممکن برسونه. در حدی که تا از گرسنگی مردن پیش بره ولی نمیره. بذارید اینجوری براتون بگم. موقعی که این 5 هفته شروع میشه کلی حدوداً 50 کیلو بوده و وقتی که 5 هفته تموم میشه کلی حدوداً 30 کیلو بوده. یعنی توی این 5 هفته عملاً 20 کیلو وزن از دست داده. بعد از اون تصمیم میگیره آب رو هم حتی به کمترین حد ممکن برسونه تا کلی به حدی ضعیف و خسته بشه که نتونه باهاش بجنگه و از خودش دفاع کنه تا بتونه بدترین شکنجه هایی که دلش میخواد و روش اعمال کنه. جیمز هر روز کلی رو کتک میزنه و این کار رو با مشت زدنش شروع میکنه. ولی خب مشت زدنش دیگه چیزیه که متاسفانه کلی بهش توی این مدت عادت کرده و خود جیمز هم به این کار دیگه اونقدر حس خوبی نداره، اونقدر راضیش نمیکنه. واسه همین میره سراغ چیزای دیگه. میگرده دنبال اجسام تیز مثل چاقو و چنگال و با اونا شروع میکنه کلی رو زدن و با زخمای باز کلی رو ولش میکنه به حال خودش. بعد از اون میره یه قیچی برمیداره و به داخل دهن کلی قیچی میزنه. بعدش میره یه بیل میاره و باهاش استخون دستاش، آرنجاش و کاسه زانوهای پاهای کلی رو خورد و خاکشیر میکنه تا نتونه اصلا از جاش حتی تکون بخوره. بعد از اون میره یه اتو برمیداره و شروع میکنه به سوزوندن رون پاهای کلی. و این بچه به حدی داره درد میکشه که هیچ کس حتی نمیتونه تصورشو بکنه. و الان دارم به این فکر میکنم که تمام استخونای بدنش خورد شده و حتی نمیتونه تکون بخوره، به خاطر اینکه اگه تکون بخوره دردی که الان داره تحمل میکنه بیشتر از قبل میشه. یه جوری جیمز داره از پروسه شکنجه دادن کلی لذت میبره که شروع میکنه به راه رفتن توی خونه تا بگرده ببینه چه ابزاری میتونه برداره استفاده کنه تا بتونه بیشتر شکنجهش کنه. چون اینجا دیگه میره که قیچی باغبونی میاره و شروع میکنه به بریدن اعضای بدن کلی مثل گوشاش، ابروهاش، بینیش، لباش، آلت تناسلیش و حتی یه قسمتی از پوست سرش. و واقعا باورم نمیشه توی تمام این مراحل و حتی مراحل بعدی کلی زنده است و داره تمام این دردا رو تحمل میکنه. اصلا هیچ کس تو دنیا نمیتونه این دردا رو تصور بکنه، چه برسه به اینکه بتونه تحملشون کنه. آخه متاسفانه شکنجه ها اینجا تموم نمیشه، همچنان ادامه داره، هر بار بدتر از قبل. جیمز بعد از تمام این شکنجه ها با دستای خودش حدقه چشمای کلی رو از جا در میاره و بعدن که کاربرد شکافی انجام میدن متوجه میشن جیمز این کارو حداقل 5 روز قبل و حداکثر 3 هفته قبل از مرگش انجام داده. یعنی توی حدوداً 3 هفته قبل از مرگش کلی چشماش توی صورتش نبوده، چشماش توی سرش نبوده اصلا. دیگه نمیدونم جیمز چی میخواد از جون این بچه، عقده چیو داره رو سر این بچه خالی میکنه که حتی بعد از درآوردن چشماش با قیچی ضربه میزنه به داخل حدقه چشماش. و یه خونه دیگه دیوار به دیوار خونه جیمز وجود داره و جیمز خونش توی یه قسمت شلوغ از شهره و این خیلی عجیبه که هیچ کس توی اون منطقه صدای درد کشیدن کلی رو نشنیده. البته خب یه چیزی هم که امکانش هست اینه که جیمز یه چیزی میذاشته توی دهن کلی که کلی نتونه جیغ بزنه یا صدایی از خودش در بیاره و این احتمالش هست. دقیقاً روزی که قتل اتفاق افتاد رو نمیدونیم ولی احتمالاً حدودای 16 اپریل بوده. در نهایت جیمز کلی رو میبره داخل وان حمام،
اول یه عالمه با سری دوش بهش ضربه میزنه، کتکش میزنه و بعد سرشو میبره زیر آب، انقدر نگه میداره تا کلی جونشو از دست بده. ولی یه چیزی که بعد از کالبد شکافی متوجه میشن که خیلی برام عجیبه اینه که هیچ نشونه‌ای از تجاوز پیدا نمیکنن. 16 اپریل جیمز نشسته تو خونش، یه جنازه هم روبروشه، داره فکر میکنه خب حالا چیکار کنم که پلیسا شک نکنن که من ممکنه کشته باشمش. و میشه میره اداره پلیس، میگه من دوست دخترم تو وان غرق شد، منم هر چقدر تلاش کردم نجاتش بدم نتونستم. پلیسا میان خونه جیمز و یه راست میرن سراغ وان حمام و میبینن کلی اونجا نیست. جیمز کلی رو برده بود گذاشته بود روی تخت و یه پتو کشیده بود روش. وقتی که پلیسا پتو رو برمیدارن متوجه میشن اصلا حادثه‌ای در کار نبوده. این یه قتل از پیش برنامه‌ریزی شده طولانی مدت بوده. واسه همین بلافاصله همون موقع جیمز رو دستگیر میکنن. پلیسا میگن صحنه‌ای که دیده بودن بدترین صحنه جرمی بود که میتونستن توی زندگیشون ببینن. یکی از پلیسا 800 تا جنازه تا حالا دیده بود و این بدترینشون بود. و الان متاسفانه وقت شده که به خانواده کلی خبر بدن که چه اتفاقی واسه دخترشون افتاده. و من اصلا نمیتونم تصور کنم دردی که خانواده‌اش مجبور شدن تحمل بکنن. چیزی که از اولش میترسیدن سرشون بیاد الان به بدترین شکل ممکن براشون اتفاق افتاده. بالاخره 1 سال بعد تو سال 1997 دادگاه کلی برگزار میشه و سورپرایز نمیشید اگر بهتون بگم که جیمز به حدی پرروه که میاد ادعای بیگناهی میکنه و میگه کلی خودش میخواست من این کار رو باهاش انجام بدم. حتی میگه کلی سرگرمی بدی که داشت این بود که خودش زخماشو دستکاری میکرد تا خیلی بدتر از اون چیزی که هستن نشون داده بشن. یعنی چی که سرگرمی بدی داشت؟ دیوونه ای؟ بعد میاد میگه من اصلا خودم داشتم شکنجه میشدم، کلی منو میبست به دستگاه، شوک میزد بهم. نمیدونم اصلا حواسش هست خودش 48 سالشه و کلی فقط 17 سالش بود. توی این دادگاه شاهدین زیادی حاضر میشن، حتی همسرها و پارتنرهای قبلی جیمز، و میان شهادت میدن که جیمز این رفتارا رو باهاشون کرده و چیزی نیست که جدید باشه، از قبل این رفتارا بوده. اعضای دادگاه برای اینکه بفهمن کلی چه شکنجه هایی رو پشت سر گذاشته مجبور بودن عکس جراحات بدن کلی رو ببینن و اوضاع به حدی داغون بوده که به تمام اعضای دادگاه پیشنهاد روان درمانی میدن و همشون قبول میکنن. در نهایت جیمز پاترسون به حبس ابد با مینیمم 20 سال زندان محکوم میشه و الان در حال حاضر اون 20 سال گذشته و من توی یه سری از منابع خوندم که میگفتن جیمز بعد از اون 20 سال درخواست آزادی داده ولی رد شده و خب نمیدونم این حقیقت داره یا نه، منابع خیلی معتبری نبودن. ولی خب خیلی هم اهمیت نداره، مهم اینه که فعلا الان توی زندان، حالا مرده یا زنده رو نمیدونم، اینو جایی ننوشته بود. ولی خب امیدوارم هر جایی که هست که بدترین حالت ممکن باشه، چه تو این دنیا چه تو اون دنیا اگر وجود داره. واقعا ازش بدن میاد، هم از جیمز بدن میاد، هم از پلیسایی که توی این پرونده کمک نکردن. خب بچه‌ها اینم از پرونده کلی اند بیتس. مرسی که تا اینجای پرونده کنارم بودین. میدونم پرونده خیلی سنگین بود. توی پرونده بعدی میبینمتون. خدافظ. بای بای.